میگه بعدی مرگم نوره فیغان در کار نیست. بعدی مرگم میگه روحانی و موحکنی در کار نیست. قدری من ندانستی در دوام زندگی، بعدی مرگم صدقت و خیر احسان در کار نیست. او که بمبره و چی در کاره بوده؟ میگه چرا به این دل یا دل میبندی که دنیا یا شاخ بیبرگ است؟ چی میخوایی همین دنیا که پایانش مرگ است؟ آخی دنی میره دیگه هیچی نیست. او پول و مول و ثروت جمع کردگی یک کاری که دستگیر روز قیامت شود. کاری خیر کنین. این زمستانا را داده یاد ذکر از کار عبادت کنین. توبچی را ای دوستان چی میخ خشتباری سیل رحمی هر یک کوچه در الله سبحانه و تعالی یک کمبغل آور، یک فقیر یا بیوه آورده. در هر یک اویلمون یا دودرمون خواهرمون بیوه یا کمبغل ما اوترا امتحان کردیم. باید بریم ای درس بدونیم بگیم که چی حال داری؟ برادر تو چی حال دی؟ بعد روزی مرده میشم همه جمع میشیم، همه اون گریه میکنیم. در وقتی کسلیش در وقتی زندگیش یا برای سر در نداره اومدی، او دیگه هیچ ارزشی نداره. در زندگیش برای احترامش کن. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جماعت المسلمین. امروز ما در جنازه مادرم که در سن 71 سالگی دنیای فانی را الوداع گفتند دعا میکنیم خداوند کریم پروردگارم سفری نیک شد، سوال منکر نکیرش آسان بگردد. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان در سوره ملک میفرماید. الله سبحانه و تعالی میگه تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. آن ذات پاک مبارک باشد که تمام ملک در دست او است و او بر هر چی قادر است. و در دوام آیت اشاره به همین ذات پاک میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. میفرماید که آن ذات ما و شما را خلق کرده در این دنیا آورده با میبرمون. چخیلی که مادرمون 70 سال مردی نبردش، چخیلی پدر و مادرای ما را بردن. برای چی خلق کرده؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا که ما شما را ببینم کدامتان عملای نیک میکنی. و هو العزیز الغفور، او ذات عزیز غفور مهربان بخشنده. نه که ما و شما را خلق کرده در همین دنیا میسنجه که ما اطاعت الله و رسولش میکنیم. آیا ما را الله برای چی خلق کرده؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وظیفه اولی ما، وظیفه اصلی ما که ما در همین دنیا اومده ایم برای عبادت جنها را پیش ما خلق کرد. بعد ما را گفت ما جنها و انسان را برای خلق کردیم که ما در عبادت کنیم. آیا میگم میکنین؟ ما را میسنجه عملای نیک میکنین؟ نیکی، خوبی، مهربانی، اکا و دوداری، خشتباری میکنین؟ میگه عبادت میکنین؟ 5 ارکان ما را بجا میارین؟ ما شما را که میسنجم ای مبین همی بندم کدامتون انسان نیکوکارین، احسان میکنین؟ عزیزان من، ماه رجب اومده. بعد ای ماه رجب ماه شعبان، ماه رمضان. این مادر مرا نرسید، چندین برادرها بودن نرسیدن. ماه فیض و برکت، ماه خیر احسان، ماه رزق روزی، ماه نور، ماهی که هدایت انسان، ماه شریف است. 11 ماه دنبال گناه بدیم، 1 ماه روزه میگیریم الحمدلله. 11 روزشه، 11 ماهشه خداوندی تبارک و تعالی همش در تلفن چخیلی او دلید میکنن که من را میبخشه. خدا بگیم به او روز برسی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط میگفت که الرجب شهر الله، این ماه خدای. من اکرم شهر الله، هر کسی این ماه را اکرام کنه، این ماه احترام کنه. یعنی چی احترامش عزیزانی من؟ این ماه ده فقط کاری نیک بکنین، نیکی کنین، برادرها را خوبی کنین. خش تباره که میدونه که وضع مالیش تنگ است، میدونه که همین کوچه در کدام فقیر بیوه یتیمه. در این ماهای خنوک، در این ماهایی که بسویتی که اینقدر یتیم و بیوه و بیچاره ندارن علاوی، تو را قدرتت میرسه کمک یاردم که این ماهای یاردم ای ماهای نیکی ای. این ماه احترامش کردن گناه نکه بعد رمضان تیار شد. من اکرم الله، هر کسی که اگر اکرام کنه ایرا اکرم الله فی دنیا و الاخره، خداوند را در دنیا و آخرت اکرام میکنه. اکرامش چه عزیزانی من؟ نماز را 5 وقت با نماز بخونید، نماز را سستی نکنید. نماز ماه شریف رمضان ما تراویح با نماز بخونین، جماعت با نماز بگیرین. هر کسی که با جماعت 5 وقت جماعت میآید، الله سبحانه و تعالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در برای
همین در ترمذی حدیث 241 دا میگه من صلی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلی الله هر کسی که نماز بخونه 40 یوما فی جماعتی 40 روز در جماعت بخونه بعد شرطش چیه یدرک تکبیرة الاولی اولی تکبیر بگیره خیلی نمیگه که یک رکعت خونده باشن 40 روز در اولی فرض همین 5 وقت نماز تکبیر بگیره کتب له براءتان برای نوشته میشه 2 تا براءت براءت من النار و براءت من النفاق خداوند از آتش دوزخ دورش میکرده از فسق از نفاق و ای کبر و کینه تازه میشه 40 روز خوش به حال کسی که این ایامی رو سر کنین برادران می حدیث در گوشتون آویزان کنین قضا نکنین تو ماه شریف رمضان تو یه میره هر کسی اگر 40 روزه خوان الله سبحانه و تعالی چقدر فضیلتش میده فضیلتش میگه آتش دوزخ دور میشه در مورد گفتیم که ما شما را لیبلوکم شما را میسنجم آزمایش میکنم امتحان میکنم که کدومش عملی خوب میکنین عملی نیک عزیزان من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که هیچ عملی به عبادت نمیبره افضل عبادت عند الله الصلاة بهترین عبادت نزد پروردگار نمازه دویم گفت هر کسی که حاجت یک مستمنده یا ضعیفه یا بیچاره یا بیواره یتیمه یا آدم فقیره حاجت بود میکنه در خونش میاد خداوند میگه کسی حاجت این بنده مرا بود میکنه گویا حاجت مرا بود کدگی ما او را روی کدگیم تو را میسنجم که تو عملی نیک میکنی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من کان فی حاجتی اخی کان الله فی حاجتی هر کس حاجت یک برادر برآورده کنه خداوند حاجتش برآورده میکنه در جای دیگه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من رد عن عرض اخیه هر کسی حاجت یک برادرش برآورده میکنه رد الله وجهی نار یوم القیامه سبحان الله خداوند چهرهش از آتش دوزخ دور میکنه خانه ایامی جنازه عبرت بگیرین ای دنیا در دل نبودین برای دنیا شده مول شده توف کده گره کدیسن ای زکاتتون ای یورچتون خیر احسانتون برای اپت خبر بگی خواهرت خبر بگی پیشکش ابو بگی چی نداره ماشاءالله از تکنولوژی پیش رفته زنگ بزن یک مترول چرت قبچه چی میاره دیدی که نداره همو دیدی که جیانات پوپشی ندارن چیزی غوث ندارن بگو بیا بریم بشینین هیچ وقت مالی تو کم نمیشه سیله رحمی را بجا وردی عمر دراز میشه رزق روزیت بجا میشه وقتی تو را 2 قبچه دادی وعده الله هر کسی که در رحمه یک خیر میکنه 700 برابر میتونش هر کسی رسول خدا گفت اگر هر کسی یک سیو خیر میکنه یک او خیر میکنه 10 تا انشالله میرسه میگه حضرت علی رضی الله تعالی عنه شعر خدا میگه همین حدیث گوش کرد بعد میگه بی بی فاطمه میگه خواست که انار بخوره میگه وقتی حملش بود در بدنش میگه حامله بود میگه انار فوریدش گفت شعر خدا نمیره بزرگ انار بیاریم گفت انار فوریده سیم میگه رفت شعر خدا انار هم مجو پرسیدی چی که انار نداره یک زنک میفروخته هم یک تا بده همون را خرید آورد گمجه استینش گفت که میارم گفت فاطمه را میتونم که یک زنک مردک در آمد گفت دخترم میگه انار نبرمش هلاک میشه حضرت علی گفت پروردگار فاطمه را صبر بده گفت برو ور انار امور داد گفت برا میگه یک ساعت بعد بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هدیه آوردن انار حضرت ابوبکر همسایه حضرت علی بود میگه حضرت ابوبکر رسول خدا گفت ای ابوبکر این 10 انار بر گفت علی را بده میگه انار را گرفت حضرت ابوبکر در آستینش پیش شیر خدا اومد ای شیر خدا گفت ما انار را گفت هدیه دادن 9 تا انار داد حضرت علی را شوخی کرد یک چمون حضرت علی گفت چند تا ایجا گفت 9 تا گوی مالی من نیست مالی من باید 10 تا باشه من 1 تا دادگیم 10 تا بگیرم خداوند همون لحظه رسونش وقتی که انسان حاجت یک صبور میکنه خداوند تبارک و تعالی یکم نگاه که میگه دور میکنه روش از آتش دوزخ روز قیامت بعد میگه خداوند تبارک و تعالی در همین دنیا مالی او را زیاد میکنه عزتی او را زیاد میکنه برای دنیا و مال شده بسیاری به غرض یک خوب هم چی را دارن یکی میگن بکیرین یگان کاری خیر نمیکنه برادرها ایامی روز ما گفتم دیگه فقط میگم تو نمیگم فقط میگم که این ویدیو کردم برای بچهای رسیه که همین نوعی کشونیونن تمام جا میرم اسفالت را میبینی راه را میبینی کیف میکنی خدا پدرشون رحمت کنه
ما در درون ناحیه ایم. ما خود ما نکنیم هیچ کنم میکنم مورا. بچهای روسیه لاتویا گوش کنین. بچه‌ای که در اروپا گوش کنین ایامی کشونیونین بکنین راه رو آباد کنین. همه راه ما 20 جا جنازه میرم. راه را میبینی حلاوت میبرید. در این زمستان مسفدا در دنیا اولای رفتن. همه راه را با یک مردمی به معرفت که در اینجا زندگی میکنه اسفالت کندگی توربره روش افشوندگی نیست. همه پری اولای شده. اینا کاری خیر بکنین. همه داره هیچ کنه که ندارم. یک کورتکم و $100 پولی چقدر نداره. $100 جمع کنین گروپا کنین. اینا ماشاءالله نابار تلمونده. حاجی علی $30,000 داده دیگه هم خیلی مردم هم مکتب کردن. مکتب اینا اتپلینی کردن. مکتب ساز کردن. میتپون کردن. راه 6.5 کیلومتر اسفالت کردن. نخود درونی کشونی و نسینی. این کوچه‌ای که او پرای رایونه کجا بابا چه مردگی نماش. اون او کوچه‌ای که میگذری با کوچه رئیس شما اعظم شون. بولدوزر گذاشته نمیتونه اونجا خدی ولی ماشینی میده اوس میسته. ندارن کی هم بو. یه مردم یا نموز کنه تشکیل کنه یا گروه کنه $100 سری خونه پارتنی چی گم نیست. صدقه جاریه تون میشه. اویتا گفتم برای مولا سنجش کده سه خدا من کدام تون عملی نگ میکنین. ایو اسفالی که یک آدم میگذره یا ماشین میگذره رحمت پدرتون میگه رحمت بگذشتگانتون ثواب میره و صدقه جاریه تون میشه. این بارونی رو بی لویا بی هیچ که گذشته نمیتونه. خدا برکت اینه انوار بینالا کات سینی بینالا سینی مزور میره چه خوشروای. بکنید همتون جمع شین کاری خیره بکنید و دنیا دل نبندین. میگه چرا با این دل یا دل میبندی که دنیا یا شاخ بیبرگ است. چی میخوایی همین دنیا که پایانش مرگ است. آخی نمیره دیگه هیچی نیست. او پول و مال و ثروت جمع کردگید یک کاری که دستگیر روز قیامت شود. کاری خیر کنین. این زمستان رو داده یاد ذکر از کار عبادت کنین توبچی را ای دستان چی میخ خشتباری سیل رحمی هر یک کوچه در الله سبحانه و تعالی یک کمبغل و یک فقیر یا بیوه آوردگی در هر یک اویلمون یا دودرمون خواهرمون بیوه یا کمبغل ما اوترا امتحان کردیسه باید بریم ای درس بدوریم بگیم که چیول داری برادر تو چیول دی بعد روزی مرده میشم و جمع میشیم همه اون گریه میکنیم در وقتی کسلیش در وقتی زندگیش یا برای سر در نداره اومدی او دیگه هیچ ارزشی نداره در زندگیش برای احترامش کرد. میگه بعدی مرگم ناره فیغان در کار نیست. بعدی مرگم میگه روحانی و موحکنی در کار نیست. قدری من ندانستی در دوام زندگی بعدی مرگم صدقت و خیر احسان در کار نیست. او که بم برای او چی در کاره او هیچ. او در زندگیش برای خاله جان، خوشه جان، اپا جان، اما جان چیول داری؟ چیکار کنم؟ پیچکا نداری پیچکا لو زدگی تال زدگی ای خیتوی و پیتوی آوردگیان ای 100 سوم سر میشه تا 1000 سومه بگی پیچکاش تو تاشه بیار بزنش ثوابش میره وقتا برای حدیث داریم چیزی برای خود دوست میداری برای برادرت دوست میداری اگر خانه تو گرم باشه دسترخوان تو نقرنگول باشه خانه خواهرت اپات دودر هیچی نباشه او چیز تو حلال نیست خداوند تبارک و تعالی پروردگار این مادرمون سفر نیک بده خدای تعالی ثواب ثمره امر معروف در نامه امانش کتابت بگردون خداوند کریم داره مصیبت اهل و برش صبر عاجل کامل نصیب بگردونه خدای تعالی این فرزنداش که برای مادرشون در مریضی چه خدمتی کردن خدا صدقه جاریهشون شود دستگیر روزی قیامتشون شود خداوند کریم پروردگار باز همین جماعت شب روز پدر گور کردیم مادر گور کردیم خواهر گور کردیم برادر گور کردیم خداوند غریق رحمت شایسته جنت خدای تعالی تینجی امانی را در سراسر دنیا نصیب گردونه این امر معروفی مرا که بچهای خارج گوش میکنن خدا توفیق شامته یا شهر نر برو یکی بگه که 2 کیلومتر شما میکنیم یا چی بگه ما 1 کیلومتر میکنیم همه امی پرا و پرای رایون ممکن 7 کیلومتر نباشه خدای تعالی پروردگار یا راه پیشانیان خوب بگردون خداوند کریم پروردگار توفیق بتش خدای تعالی صدقه جاریه با مردمی ما را نصیب بگردان یا رحمان یا رحیم برحمت